زندازه بیرون تشنه‌ام، ساقی بیاران آب را. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون عالی باشه. کاظم باقری هستم و امروز قراره که یکی از بهترین غزلهای سعدی رو با همدیگه بخونیم. با ما همراه باشید. خب اول بگم که اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، پیج من رو هم فالو کنید و این ویدیو رو برای دوستاتون که به کتاب و شعر و البته جناب سعدی علاقه‌مندن حتما بفرستید. همچنین این رو هم بگم که اول قراره که با هم دیگه این غزل زیبا رو مرور کنیم و بعد بیت به بیتش رو مورد بررسی قرار بدیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب همین اول ویدیو این نکته رو بگم که این غزل از سعدی یه جوریه انگار که یه مکالمه دو نفره است و هر بیتش انگار که پاسخ به یک سوال طرف مقابله و جناب سعدی انقدر هنرمندانه و انقدر زیبا این غزل رو سروده که آدم حیفش میاد که از حتی یک بیتش بگذره. میگه زندازه بیرون تشنه‌ام، ساقی بیاران آب را. اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را. من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این. روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. هر پارسا را کان صنم در پیش خاطر بگذرد، چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را. من صید وحشی نیستم در بند جان خویشتن، گر وی به تیرم میزند استاده ام نشاب را. مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را. وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می زدم، اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را. امروز حالی غرقه ام، تا بر کناری اوفتم، آنگه حکایت گویمت درد و دل غرقاب را. گر بی وفایی کردمی یرغو به قاآن بردمی، کان کافر اعدا می کشد وین سنگ دل احباب را. فریاد می دارد رقیب از دست مشتاقان او، آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را. سعدی چو جورش می بری نزدیک او دیگر مرو، ای بی بصر من می روم او می کشد قلاب را. حالا میخوایم یه بررسی ریز هم بکنیم این غزل زیبا رو تا ببینیم که اصلا جناب سعدی چی گفته توی این غزل. خب نظر شخصی خود من اینه که تمام این غزل انگار با خود ساقی داره مکالمه میشه، چون همون اولین بیت داره میگه که ساقی اون میو برای من بردار بیار. حالا آب اینجا استعاره از می و شرابه. خب تو همین بیت اول سعدی اومده میگه زندازه بیرون تشنه‌ام، ساقی بیاران آب را. اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را. خب همینجا یه جوری سعدی اومده به ساقی گفته که ساقی متعجب شده که تو چت شده مگه؟ چی شده؟ چه اتفاقی برات افتاده که تو داری میگی همه رو بیخیال شو، امروز الان تو این لحظه حال من از همه بدتره، اول به من برس. و در جوابش انگار که سعدی تو بیت دوم داره جواب ساقی رو میده. میگه منم یه آدم عادی بودم، میگه من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این. روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. میگه منم یه آدم عادی بودم، راحت میخوردم میخوابیدم. حالا این
چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این، به نظر من منظورش اینه که یک آدم عادی بودم، راحت میخوابیدم، خوشحال بودم، لذت میبردم. وقتی که به درد هجران مبتلا شدم در عشق، باعث شد که دیگه نخوابم. البته توی غزلهای دیگه ای هم سعدی اومده دقیقاً عین بیتش رو گفته که عاشقی که شب راحت بخوابه عشقش کاملا دروغه. و در بیت بعدی دوباره میگه خب حالا مگه اون چه فرقی با بقیه داره؟ انگار جواب این سوالو داره میده. میگه مگه اون چه فرقی با بقیه داره؟ و حدشو سعدی اینجوری معین میکنه، میگه هر پارسا را کان صنم در پیش خاطر بگذرد، چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را. میگه یک آدم کاملا پرهیزگار، پارسا، که توی محراب داره نماز میخونه، با خدای خودش عبادت میکنه، وقتی که فقط چشمش به یک قسمت زیبای این معشوق من بیفته قبلش عوض میشه، یعنی به سمت این برمیگرده و پرستش و عبادتش رو انجام میده. حالا اینجا چون محراب هم توی شعر فارسی زیاد اتفاق افتاده، چون محراب هم شبیه ابرو اون قسمت هلالی مانندش، تشبیه این دوتا همیشه توی اشعار سعدی و حافظ اتفاق افتاده. میگه فقط کافیه یک گوشه از زیبایی معشوق منو ببینه تا اینکه اصلا کلن عوض کنه قبله خودش رو و نمازش، محرابش، عبادتش کلن باطل بشه. خب میگه حالا که تموم شده دیگه، به هجران رسیدی، تمومش کن، بی خیال شو، دیگه نتونستی. و اینجا سعدی بیت خیلی بی‌نظیر آورده، باز هم البته تو بیت قبلی و این بیت یه اغراق جانانه‌ای آورده که نهایت عشقش رو نسبت به شخص نشون بده که این شوخی بردار نیست، این عشق الکی نیستش، این یه عشق واقعیه که من دارم. میگه من صید وحشی نیستم در بند جان خیشتن. میگه جان من دیگه به جان اون بنده، دیگه من جانم برای خودم ارزش نداره که بخوام از دست اون فرار کنم، بی خیالش بشم. گر وی به تیرم میزند، میگه حتی اگه با تیر هم منو بخواد بزنه، اینجا کلمه نشاب منظورش تیرهاست، میگه استاده ام نشاب را. و حالا که جدا شده توی این بیت میاد چقدر قشنگ اندازه عشقش رو، اندازه ارزشی که برای عشقش قائله رو اینجا بیان میکنه. میگه مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را. میگه اون کسی که، یعنی تو کل زندگیمون این اتفاق هستا، میگه اون کسی که یه چیزی رو از دست میده تازه میفهمه که ارزشش چقدره. میگه من، یعنی وقتی که از دستش دادی ارزش واقعیشو میفهمی. میگه من الان در اون لحظه‌ام که هیچ کسی به اندازه من نمیفهمه که اون شخص چه ارزشی برای من داره. مثل ماهی که تازه از آب خارج میشه، به اون اندازه‌ای که اون آب در اون لحظه برای ماهی اهمیت داره، ارزش داره که به جونش بسته است، این عشق و این معشوق هم برای من همونقدر ارزش داره. میگه خب اینم به نظر من اینجا دوباره ساقی برمیگرده، میگه خب اینم شبیه بقیه دیگه، این همه تو زندگیت تجربه داشتی، عشق داشتی. میاد اینجا خیلی جالبه، این بیتش بی‌نظیره. باز میگه وقتی درابی تامیان دستی و پایی میزدم، اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را. میگه اون ارتباطا، رابطای کوتاه مدتی که داشتم به اندازه مثلا انگار که تا میان، تا کمر یه آبی بوده توش افتادم، یه دست و پایی میزدم و ازش در میومدم. الانم فکر کردم دقیقاً همونه، ولی دیدم که نه، یه دریای بی انتهاست که اصلا پام به زمین نمیرسه و دارم غرق میشم. میگه امروز حالی غرقه ام تا بر کناری اوفتم، آنگه حکایت گویمت درد دل غرقاب را.
میگه فعلا که حالا دارم دست و پا میزنم، غرق میشم، حالا تا این آب و این دریا منو توی ساحلی یه جایی نیمه جون رها کنه، بعد اون موقع تازه بیا بشین برات بگم که چه حالی دارم، بذار یکم آروم بشم، بذار به یه ساحل آرامشی برسم، بعد اون وقت برات تعریف میکنم. گر بیوفایی کردمی یرغو به آن بردمی، کان کافر اعدا می کشد وین سنگ دل احباب را. میگه اگر یعنی رسمو به هم زدم و شکایت خودم رو، یرغو یعنی شکایت، دادخواهی خودم رو پیش قاآن که اسم پادشاهان قدیم چین بوده، پیش اون بردم، به این دلیل بوده که اون کافر فقط دشمنای خودشو میکشه، اما این یار سنگ دل ما دوستان خودش رو داره میکشه و این باعث شد که من شکایت خودم رو پیش اون ببرم. فریاد می‌دارد رقیب از دست مشتاقان او، آواز مطرب در سرا زحمت دهد بواب را. این بیت هم بیت جالبیه. میگه فریاد می‌دارد رقیب حالا میتونه اون کسی که از این معشوق داره نگهداری میکنه باشه، حالا میتونه مادر باشه، دایه باشه، هر کسی که باشه، پدر باشه، برادر باشه، یا اینکه حتی یه کسی که با اون شخص داره زندگی میکنه. میگه از دست مشتاقانش فریادش بلند شده، دادش در اومده، مثل مطربی که توی یک خونه‌ای داره آواز میخونه و باعث میشه که مردم جمعشن دور و برش و زحمت نگهبان اون خونه رو بیشتر کنه. بواب یعنی نگهبان. حالا اینجا ساقی بعد از شنیدن تمام این ابیات، باز به نظر خودم میگم ساقی، برمیگرده به سعدی میگه سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو. و سعدی باز دوباره برمیگرده بهش میگه ای بی بصر من میروم او میکشد قلاب را. حالا اینجا قلاب آورده، چند خط قبلتر دریا رو آورده، غرق شدن رو آورده، صید کردن رو آورده و ماهی که از آب جدا افتاده رو هم آورده. به این خاطره که میگم تمامی ابیات به هم دیگه یه جورایی ارتباط دارن. میگه ای کور دل، مگه کوری نمیبینی؟ من که نمیرم، مگه من دارم میرم سمتش؟ اون داره قلابو میکشه، اون منو صید کرده، شاید حتی ندونسته منو صید کرده، من خود به خود دیگه چیزی دست خودم نیست. همون جایی که تو چند بیت بالاتر گفتش که من صید وحشی نیستم در بند جان خیشتن، دقیقاً داره اینجا هم به همون تأکید میکنه دوباره. میگه او میکشد قلاب را، من دست خودم نیستید چی. خب امیدوارم که از شنیدن این شعر و تفسیرش نهایت استفاده و لذت رو برده باشید. یک بار دیگه میگم پیج من رو فالو کنید و اگر دوست داشتید برای دوستان خودتون هم ارسال کنید. و البته اگر این شعر رو با صدای استاد همایون شجریان نشنیدید، حتما موسیقی قلاب رو دانلود کنید و گوش بدید و لذت بیشتری ببرید. روزگارتون خوش، شاد باشید و سلامت.